توی فوتبال دیگه در خدمتتونیم. بیشترین کلینشیت در لیگ جزیره: مارک شوارزر، لوریس، تیم آوارد، ایدین فندرسار، پیتر شمایکل، پپرینا، دیوید سیمن، شیگیون، یوسی اسکلاینن و توماس سورنسن. شوارزر که نفر اول لیسته. در آسمان استرالی خیلی سال تو لیگ برتر بود، شاید 20 سال به بالا. یاسکلاینن نهم، سورنسن دهم. به نظرم اوکی. من گیون رو هفتم میذارم، دیوید سیمن رو نفر دوم میذارم، خود فندرسار سوم. بازی سختی. پپرینا ماخه زیاد کلینشیت داشته. پپرینا و این لیست رو میزنم ببینیم چند تاش درسته. بعد 4 تاش درست بود، خیلی خوبه واسه بار اول. شوارزر اول، سیمن دوم، یاسکلاین نهم و سورنسن دهم. پیتر شمایکل رو سوم میذاریم، فندرسار رو چهارم، پپرینا رو ششم میذاریم، شیگیون رو هشتم. ببینیم از این لیست چند تاش درسته. سه تا دیگهش چهار تا دیگهش هم درست بود. این فندرسار چهارم، تیم آورد پنجم، لوریس هفتم و شیگیون هشتم. خب دیگه قطعا پس پپرینا سوم و پیتر شمایکل ششم. این بود ویدیوی امروز ما. ممنونم که تا آخر این ویدیو رو با ما همراهی کردید. تا ویدیو بعدی، بدرود.